سفیر جمهوری اسلامی در کابل میگوید که سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به افغانستان به معنای به رسمیت شناسی حکومت طالبان نیست. علیرضا بیگدلی گفت که به رسمیت شناسی یک روند حقوقی مبتنی بر حقوق بین الملل است و ویژگی های خاص خود را دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در سفر یک روزه خود به کابل با رئیس الوزراء، وزرای امور خارجه و دفاع طالبان و همچنین شمار از بازرگانان افغان دیدار کرد. عراقچی نخستین وزیر خارجه ایران است که در 3.5 سال گذشته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده است. او در این دیدارها تاکید کرد که فصل جدید از روابط میان ایران و افغانستان آغاز خواهد شد، اما این سفر با انتقادهای نیز در داخل ایران روبرو شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت حامیان و مشوقان این سفر یا شناخت کامل از منطقه ندارند و با عواقب و عوارض حاکمیت طالبان آگاه نیستند، یا اینکه لابی و جاده صاف کن طالبان هستند یا منافع شخصی یا گروهی را دنبال میکنند و در مجموع دل در گرو ایران و منافع ملی ایران ندارند. سفیر ایران در کابل در مصاحبه با خبرگزاری اسنا به این انتقادها پاسخ داد و گفت که تعامل با همسایگان بخش از اصول انسانی است. شما در این مورد چه نظر دارید؟